کارزار نهالشانی به پیشواز بهار در ولایت بغلان آغاز شد. آغاز کارزار نهالشانی به استقبال از بهار پیشرو در شهر پلخمری در آستانه فرارسیدن فصل بهار، کارزار بزرگ نهالشانی از سوی ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بغلان با همکاری مؤسسه‌های همکار در شهر پلخمری مرکز این ولایت راه اندازی شد. این برنامه با حضور مسئولان محلی، نمایندگان ادارات دولتی و شماری از باشندگان برگزار گردید و اشتراک کنندگان بر اهمیت سرسبزی شهر، حفاظت از محیط زیست و کاهش آلودگی هوا تاکید کردند. آنان نهالشانی را گام اساسی در راستای زیباسازی شهر و بهبود شرایط زیست محیطی عنوان کردند. مسئولان ریاست زراعت بغلان میگویند که در سال روان خورشیدی بیش از 200,000 اصل نهال مثمر و غیر مثمر در بخش‌های گوناگون این ولایت غرس خواهد شد. اقدامی که بخش از برنامه‌های گسترده برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود وضعیت محیط زیست در بغلان به شمار می‌رود. در هر نقاط افغانستان خود باید نهال غرس کنیم. دیگه هر کدام ما یک چیز تقاضا میکنیم، باید هر کدام ما در حفاظت جنگلات باید متوجه باشیم. جنگلات را باید حفظ بکنیم، نگذاریم که جنگلات افغانستان مثل گذشته زورگیرا که قطع میکردن قطع شود. جنگلات به خاطر محیط زیست، محیط زیبای در افغانستان مؤثریت خیلی جالب دارد. ریاست زراعت این سال پلان داره که با همکاری مؤسسات همکار و ریاست زراعت بیشتر از 200,000 اصل نهال در ولایت بغلان در ولسوالی مختلف غرس میکنه. این ولایت بغلان خواهش میکنیم که در رابطه با نهالشانی وقتی که نهال غرس بشه باید در بخش حفظ و نگهداریشان، در بخش آبیاریشان و حفاظتشان باید کوشا باشن تا نهالی که شانده میشه دوباره او را چی بکنن او در امان بمانه. در همین حال مسئولان اداره‌های دولتی و نمایندگان مؤسسه‌های همکار با اشاره به نقش ارزنده نهالشانی در بهبود کیفیت هوا میگویند که کاشت نهال تنها گام نخست است و مراقبت و نگهداری دوامدار آن نیازمند همکاری مشترک مردم و نهادهای مسئول میباشد. از هر لحاظ اگر ما و شما قیاس بکنیم، وجود ما و شما، طبیعت ما و شما به سرسبزی، به نهالشانی ضرورت مبرم داره. از لحاظ طبی بگویم، از لحاظ شریعت مطهره و مقدسه که نبی کریم صلی الله علیه و سلم چقدر تاکید کرده به خاطر سرسبزی و به خاطر خیرازی و آبادی یک کشور. نهال و نهالشانی و زراعت صدقه جاریه است و یک سرمایه برای آخرت هست و همونطور که پیامبر بزرگ ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر قرار باشه که قیامت برپا شود و در دست یکی از شما نهال باشه، شما و نهال اگر فرصت داشته باشین غرس بکنین. نو دا نهالشنی که مثمر درختی که غیر مثمر درختی دا د لپاره صدقه جاریه ده. مثمر درخت خو د مرتې ټول په دغه پوهېږو چې هر څوک یې میوه واخلي د لپاره صدقه جاریه ده، او غیر مثمر درخت هم د صدقه جاریه ده. یو څوک یې ساخ یو څوک یې بوټ وړي، یو څوک یې تصعید لاندې کښېني. د طب په لحاظ باندې مسلمانانو حیواناتو اکسیژن تولیدوي. از سوی دیگر شماری از باشندگان ولایت بغلان با استقبال از این کارزار آن را گام مؤثر برای داشتن شهر پاک، زیبا و سرسبز دانسته و خواستار تداوم چنین برنامه‌هایی شدند. ارزش نهال در زمین در جامعه از ارزش خیلی والای برخوردار است که جهت سرسبزی و جهت تنفس اکسیژن خیلی خوب و منظم پاک ما به هر اندازه‌ای که توانایی داشته باشیم باید نهال غرس بکنیم، چون نهال ها همی گرد و غبار و کربن دی اکساید این موضوعات جذب میکنه و نهالشانی را قسمی که میدانیم همه ما شما باید واجبی خوب بدانیم که هر شهروند افغانستان باید از آدرس خود نهال را در وطن عزیز ما البته غرس بکنه و همچنان در حصه محافظت و جلوگیری از خشک شدن و همچنان طریقه های آبیاری و دیگر چیزا از او باید مسئولیتش پذیرا باشند.
نهالشانی یکی از مؤثرترین راهکارها برای کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست محسوب می شود. مسئولان ریاست زراعت بغلان از همه شهروندان می خواهند با سهمگیری فعال در این برنامه در ساختن آینده سبز، سالم و امیدبخش سهیم شوند.